گرانبهاترین نعمت میدونی چیست؟ خوب گوش بکن. ابراهیم علیه السلام آرزو داشت که پدرش مسلمان باشد. نوح علیه السلام آرزو کرد که پسرش مسلمان شود. محمد صلی الله علیه و سلم کوشش کرد که امکش مسلمان رود. اما خداوند متعال ایمان را نصیب آنها نکرد، ولی ما و شما را بدون هیچ کسی مسلمان قرار داده. آن نعمتی را که برای ما و شما داده با پدر ابراهیم، پسر نوح و عمک محمد درود خداوند بر او نداده. پس قدر این نعمتش را حتما باید دانست. وصف فردوس زی تفسیر کلامش بشنو و گلشن او تو به این رگ و بیابان مفروش. استعذ بالله. بیگمان خداوند فضل خود را شامل مردم می کند، اما بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند. شکر باید گفت. شکر. شکرا من القلب، شکرا مع الحب.